در متعلق ناسوار پرسیدن. ناسوار یک چیزی حرام است، ضرری از او واضح و روشن است که در صحت ضرر داره، در دندانها، دهان نهایت بویگین میسازه و همچنان در عقل اختلال میاره. و کسایی که متخصصی طب هستند در ضرر ناسوار زیاد گفتن، زیاد نوشتن. هر آن چیزی که به بدن انسان ضرر داره شرع او را حرام قرار میده، امرو از که این مفتر است، یعنی در عقل انسان اختلال میره و از بدن انسان سست میکنه. در حرمت ناسوار هیچ شکی نیست. اما پشت ناسواری نماز خواندن مشکلی نداره. هر کسی که اگر چیزی را مرتکب شد از گناه، به این معنا نیست که پشتی از اون انسان نماز نخوانه و او کافر شد، نه خیر. او یک گناه را مرتکب شده، کوشش و نصیحت کنن که از این گناه باز بسه. و اما پشتش نماز میشه. اهل سنت عقیده دارن که پشتی هر فاسق و فاجر نماز میشه. اگر مسجدی دیگری در پهلوش بوده باشه، آدم صالح و نیکتری به ظاهر، پشتی از اون نماز بخونه بهتر است، یعنی نمازم مداوم. اگر نبود، باز جماعت مسلمان ها را تفریقه نیاره، اختلاف در میانشان نیاره، باید پشتی تو انسان نماز بخونه.